جناب راهنما، تا امروز چقدر طلا تو دنیا استخراج شده؟ تا پایان سال 2023 حدوداً 213 میلیون کیلو طلا استخراج شده. البته 2/3 مربوط به سال 1950 به بعد. سهم ایران این استخراج چقدر بوده؟ سهم ایران حدوداً بین 7 تا 12 تن در ساله. کدوم کشورها بیشترین الماس رو استخراج میکنن؟ به ترتیب روسیه، باتسوانا که یک کشوری در قاره افریقا و کانادا. میزان استخراج الماس تو این کشورها به چه صورته؟ کشورهایی که الماس استخراج میکنن دقیقاً نمیگن، اعلام نمیکنن که چقدر مثلا چند صد قیراط یا چند هزار قیراط استخراج داشتن. درسته. و اینکه واحد اندازه‌گیری جواهر و طلا و نسبت اینا به هم یه توضیح واحد بدید. اندازه‌گیری جواهر قیراطه. طلا یه زمانی سیر بود، طلا رو مثلا سیری چند، یک سیر حدوداً 74 گرمه، حالا 74 گرم خورده بود. بعد شد مسقال که 4.608 گرمه، بعد شد گرم. اینجوری که پیش میره من تا 2-3 ماه دیگه صوتی معامله بکنم. صوتی. مثلا امروز طلا صوتی چنده؟ بعد نسبت قیراط و گرم به چه صورته؟ هر قیراط 200 صوته و هر 5 قیراط 1 گرم.